با سلام شنوندگان عزیز، باز هم در خدمتتون هستیم با برنامه دیگری از سری برنامه‌های همراه با استاد. در اینجا باز هم از استاد میخوایم که دعای امروز رو ایشون برای ما بخونن. با کمال میل بعد از سلام خدمت شما و دوستان شنونده بسیار عزیز و مهربان، خدا رو شکر میکنم در نام پرجلالش که هستی رو آفرید بر زمین و آسمان و این فرصت رو به ما داد که امروز با شما در حضور دوستان خوبمون او رو بپرستیم و از او بشنویم و بگیم در نام پرجلال او آمین. آمین. استاد خدمتتون عرض کنم که در برنامه‌های قبلی از روح پرستش صحبت کردیم، از تاریخچه پرستش. شما برای ما از سازهای پرستشی و اختصاصاً تا حدی که در حوصله برنامه بود از سازهای کوبه‌ای صحبت کردیم و من فکر میکنم که سازهای زهی هم نقش زیادی در موسیقی پرستشی دارن. من خواهش میکنم که برامون کمی در این زمینه صحبت کنیم. بفرمایید. با کمال میل. البته صحبت‌های قبلیمون یه خورده کامل نبود، من یه خورده اضافه میکنم، بعد میرم سراغ سازبندی‌های دیگه. در رابطه با سازهای کوبه‌ای، انگیزه سازهای کوبه‌ای و علت استفاده کردن از اونها حفظ ریتم هست. حفظ ریتم یعنی جوهره موسیقی. موسیقی به زبان خیلی خیلی ساده از دو بخش کلی تشکیل شده. یک بخش اینه که چه صدایی در چه زمانی تولید بشه. زمان رو برای ما سازهای پرکاشن، سازهای کوبه‌ای مشخص میکنن. اگه اونهایی که سربازی رفتن میدونن، میگن طبل بزرگ زیر پای چپ. این ریتم رو مشخص میکنه که سرعت رو برای اون گروه معین میکنه یا برای اون خواننده مشخص میکنه. ریتم سرلوحه هستی هست. نبضی که در بدن جریان داره، وقتی که یک دکتر گوشی رو میذاره در قلب شما، میگه اون ریتم اصلی رو نداره، یعنی از حالت استاندارد خودش خارج شده. ما میخوایم این ریتم رو به هستی برگردونیم. شب و روز همه چیز در هستی دارای یک ریتم و یک توازن بسیار بسیار خاص خودش هست. ما میخوایم تاکید بکنیم روی هر چیز، اون رو با شدت ادا میکنیم. شدت ادا کردن کلمات در مثلا فارسی، اون کسی که داره گوش میکنه مستمع ما رو یک هدف خاصی بهش میده. مثلا به عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم، من تاکید رو روی یک جمله فارسی روی کلمات متفاوت میذارم. میگم سیامک دیروز به بازار رفت. یک جمله خیلی ساده. شدت رو، اون ضرب قوی رو، اون اکسان رو میذارم روی سیامک. میگم سیامک دیروز به بازار رفت. شنونده در مورد سیامک فکر میکنه، در مورد علیرضا فکر نمیکنه. میذارم روی قید زمان، میگم سیامک دیروز به بازار رفت. خیلی جالبه، دقیقاً همینطوره. بله. شنونده در مورد زمان فکر میکنه، میذاریم روی بازار، یعنی مکانمون، میگیم سیامک دیروز به بازار رفت. ما تاکید میکنیم که شنونده روی چی فکر بکنه. این ریتم یعنی در حقیقت ما مشخص میکنیم که به چی فکر بکنه. دقیقاً همینجوری که شما میفرمایید. تفاوت موسیقی ملت‌ها، ملل، یکیش در همین ریتمه. مثلا شما ریتم هندی، ریتم بندری، ریتم شمال ایران، خدمت شما عرض کنم ریتم اسپانیایی، همه اینا با هم متفاوته. ریتم ها انواع اقسام دارن. یک دسته از اون ریتم های ساده است. استاد من معذرت میخوام بین صحبتتون میخوام ببینم که این تغییر موزیک با نوع فرهنگشون تغییر میکنه یا نه؟ جغرافیا تاثیر داره یا میشه خود توضیح بدیم؟ حجابندی هایی که در موسیقی قرار داره، چه در ریتم چه در ملودی، تفاوت فرهنگی گویش ها رو عوض میکنه. مثلا در ایران تاکید و ضرب قوی روی اولین ضربه، در موسیقی هند رو آخرین ضربه. این باعث میشه که ما بفهمیم مربوط به کدوم کشور هست. جالبه. یکی از عوامل اینه. یکی از عوامل ملودی ما هست. اسامی نوت‌های موسیقی که اکثرا میشناسن دو، ره، می، فا، سول، لا، سی که دوباره دو تکرار میشه که به این 8 تا میگن یک گام. در تمام دنیا همین 8 است. اما ترتیب قرار گرفتن اینها موسیقی ملت‌ها رو با هم تفاوت میده و ریتمی که ما استفاده میکنیم. داشتم عرض میکنم خدمت شما که ریتم امکان داره ساده باشه. ساده منظوری که منظم باشه. میگیم 1 و 2 و 3 و 4 همچون منظم. این پشت سر هم ریتم داره اجرا میشه و بدون اینکه مشکلی ایجاد بکنه. یا 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. ولی یه وقت میزان ما
لنگ میزنه، مثل یک کسی که پاش مشکل داره، تو خیابون داره قدم میزنه، لنگ میزنه، مساوی تقسیم نمیشه این قدم زدن ها. مثلا میگیم 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3، یه دونه ضربمون دوتاییه، یه دونه ضربمون ستاییه. این هم تفاوت ایجاد میکنه در نوع گویش ملت‌های متفاوت. در ایران باستان مثل افاعیل استفاده میکردند از ریتم. منظور از افاعیل حجابندی شعر هست. فاعلاتون فاعلاتون فاعلون. این ریتمی هست که ما در موسیقی خودمون استفاده میکنیم و بر طبق همون چیزی هست که در افاعیل صنایع عروض ما استفاده میکنیم. مثلا ما میخوایم بگیم توانا بود هر که دانا بود، میگیم توانا بود هر که دانا بود. این ریتمه. ما اگر ریتم رو از شعر بگیریم میشه نثر. دقیقاً. پس عاملی که به نثر تغییر فرم میده، یعنی در حقیقت به شعر جان میده. دقیقاً. اون ریتم بله افاعیل هست. و گاهی این آهنگساز با ذوق خودش افاعیل رو متفاوت از شاعر تعریف میکنه. مثلا افاعیل این شعر در همه دیر مغان نیست چون من شیدایی. یک افاعیل خیلی منظمی داره. شاعر آهنگساز میاد این رو تغییرش میده، میگه در همه دیر مغان نیست چون من شیدایی. اون ضرب آهنگ رو تغییر میده و آهنگ یه چیز دیگه میشه. از عوامل خیلی خیلی مهم در پرستش ریتم هست. خیلی جالبه که ما بدونیم ریتم رو سوای از اون آهنگساز رهبر ارکستر تعیین میکنه. شما به فرض بفرمایید که یک رهبر ارکستر داریم که خیلی جوون، پرشور، پر انرژی، سرعت شمردنش تنده. یکی مثل من سنش بالاتره و خیلی آروم میخواد با آرامش و مدیتیشنی اجرا بکنه، شمارش کنتری اجرا میکنه. اینو به زبان خیلی ساده میگم. ما یک ملودی، یک آهنگ ثابت داریم، به 5 رهبر ارکستر میدیم. شما صدایی که از این 5 تا ارکستر میشنوید کاملا با هم فرق میکنه. ارکستر یکی، نوت یکی، رهبران ارکستر متفاوتن. هم ولوم، هم تعداد ساز متفاوت میشه، هم سرعت اجرای قطعه تغییر میکنه. جالبه. این سرعت اجرای قطعه برمیگرده به ریتم و همون سازهای پرکاشنی که در پرستش استفاده میکنیم. گاهی برای اینکه ما شادی رو نشون بدیم سرعت اجرای قطعه رو تند میکنیم و گاهی برای حزن نشون دادن سرعت قطعه کند میشه. برای قطعات حماسی ریتم فرق میکنه، برای قطعاتی که از مارش استفاده میکنیم فرق میکنه، برای قطعات رمانتیک باز ریتم ما متفاوت هست. پس ریتم عاملیه که ما میتونیم بگیم وجه تمایز سرایش هست. ولی سوای از اینها چه ریتم چه ملودی با تمام وجود و با تمام دل خداوند رو پرستیدن اصل پرستش هست. استاد من یه سوال دارم اینجا، این خیلی وقته برام سواله. ما آیا در موسیقی پرستشی دارای ممنوعیتی از لحاظ ریتم هستیم؟ به زعم من نه. به زعم من از ریتم مشکلی یعنی نیست. امکان داره مثلا یک گروه موسیقی پرستشی یک موسیقی رو تدوین بکنه، اجرا بکنه و بگن که از لحاظ ریتم این خیلی شاده یا خیلی غمگینه یا خیلی رنگیه به قول ما ایرانی‌ها یا خیلی نمیدونم هر چیزی که اسمشو شما میذارید روش، امکان داره که دوچار ممنوعیت بشه؟ به هیچ عنوان ریتم عامل ممنوعیت نمیتونه باشه. همونجور که من قبلا هم خدمتتون عرض کردم، قرار ما با شادی خداوند رو پرستش بکنیم و خداوند از ما اینو میخواد. در شادی، در روح و راستی و در شادی خداوند رو پرستش بکنیم. پرستش واقعی این گونه هست. هیچ محدودیت ریتمیک وجود نداره. یعنی اگر کسی اومد و گفت آقا این ریتم مورد قبول نیست، ایشون خودشون مشکل دارن. قطعاً، چون تمام هنر یک برداشت انفرادی هست. 100%. یعنی یه وقتی افلاطون میگفت هنر چیزی که ما بتونیم استفاده مطلوب از اون ببریم. یعنی اگر من به عنوان یک نقاش یک عکسی از یک صندلی میکشیدم، این هنر نبود. ولی اگر اون صندلی رو مثل یک نجار میساختم، میشدم هنرمند.
یعنی هنر باید ابزار استفاده میشد، تا اینکه واقعا دیدن اینطور نیست. هنر یک عامل احساسیه. شما با دیدن یک نقاشی میتونید یک حس خیلی خیلی خوب داشته باشید. دقیقا. و به طبق تعریف میشه گفت که نفر به نفر این احساس فرق میکنه. ولی من از خیلی‌ها شنیدم که در کلیسا رفت آمد میکنن، اولین عاملی که باعث جذب اونها به کلیسا شد و این همدلی، پرستش بود. یعنی قلب اونها به وسیله موسیقی لمس شد. ولی مهمه که شما از این ابزار چجوری استفاده بکنید. اونهایی که فرزند دارن با شنیدن لحن و ریتم گویش فرزندشون متوجه میشن. مثلا بچه فرزندشون از مدرسه میاد، فقط میگه سلام، مادرش میگه چی شد امروز؟ کم گرفتی؟ مشکل چیه؟ چرا اینقدر خوشحالی؟ یعنی با صدا کرد، فقط با یه سلام گفتن، دقیقاً باعث میشه اون ریتم و اون فرم گویش که شما تشخیص بدید چی گذشته بر اون. کپکت خروس میخونه. دقیقاً. یعنی شما یکی از عواملی که باعث این که شما احساسات درونتون به بیرون نفوذ پیدا بکنه و مورد قضاوت قرار بگیره که شما چه شخصیتی دارید، میگن از کوزه همون برون تراوت که دروس. اون تراوش رو شما از رو صدا و رو ریتم میفهمید. مثلا یکی مثلا در جواب برمیگرده میگه بد نیستم، با این لحن صحبت بکنه دقیقاً خیلی بیحاله. ولی وقتی یکی میگه چطوری، خیلی عالیم. گویشش، سرعت گویشش، لحن گفتنش، همون چیزی که در موسیقی ما بهش میگیم ریتم و ملودی، اینها تاثیرگذار هست. اصلا یه سوال خیلی تخصصی دارم. تخصصی نه، منظورم که یه سوال خیلی شخصی دارم. شما چه زمانی موسیقی رو آغاز کردید؟ خدمتتون عرض کنم که من حدوداً از 8-9 سالگی موسیقی رو شروع کردم با ساز تنبک و تمپو. خاطره جالبی هم دارید تو این زمینه؟ خیلی. ما یه حیاط خیلی بزرگی داشتیم که توی اون خونه ما و خونه دایمینا داخل اون حیاط بود. 3 تا دختر دایی، 2-3 تا همسایه دیگه که اونها هم دختر داشتن، خودم 2 تا خواهر مجرد داشتم. عصرها که میشد ما یک فرشی پهن میکردیم زیر درختی دم یه چاهی که تو حیاطمون بود. من مطرب دربار بودم، من میومدم اونجا و نقش طرب رو من ایفا میکردم. میزدن میخوندن و هر روز کار ما بچه‌ها اینجوری دور هم جمع میشدیم، تنقلاتی میآوردیم میخوردیم و میزدیم میخوندیم. دلتون تنگ نشده واسه اون روزا؟ تنگ نمیشه گفت، ولی خاطره خوبش همیشه در ذهن من هست. خیلی 8-9 سالگی شروع کردم به ساز تنبک روی آوردن. یعنی ابتدایی ترین سازی که شناختم این بود. من روی هر وسیله‌ای که گیر می آوردم، از میز و ظرف و ظروف، خدا رفتگان شما رو بیامرزه، هر وقت که من غذا می‌خوردم اگر موسیقی میشنیدم با قاشق چنگال روی ظرفم می‌زدم. بعد مادرم میگفت که شکر کردنت اینجوریه، یعنی همیشه این رو به زبون می آورد. تعریف میکرد که من قوطی‌های روغن ورامین، روغن قو که قدیم بود، چون با سایزهای متفاوت بود، دستمال دستکش پلاستیکی روش میکشیدم و با نخ میبستم و صدای متفاوتی داشتن اینها. برای خودم یک جاز، یه درام درست کرده بودم. یه چوب فرو کرده من تو زمین، یه در قابلمه گذاشته بودم، اون سنجم بود. واسه خودم عصرها ساز پرکاشن تمرین میکردم به اصطلاح. من خیلی علاقه زیادی به موسیقی داشتم از همون کودکی. بعد از اینکه دیدن من رو هر چیزی، در قابلمه و ظرف و نمیدونم دبه و همه چیز دارم ضرب میگیرم، گفتن خب یه ساز واسه این تهیه بکنیم. یک ساز برای من تهیه کردن. من این سازو میزدم مدت‌ها و توانا شده بودم در نواختنش، ولی هیچ اطلاعات موسیقی نداشتم. که یک روز خواهر یکی از دوستام زحمت کشید، یک پول بهش جمع کرده بودم، پول بهش دادم، یه تنبک خیلی کوچولو برام خرید و یک کتاب از استاد حسین تهرانی که چاپ سنگی بود. من واقعا می نواختم، از این طرف می خوندم کتاب رو و از اون طرف نوت ها رو زیر رو می کردم. از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب یادمه من کل این کتاب رو زدم. 190 تا درس داشت و 4 تا گروه نوازی، کلشو من زدم اون روز. اما اگر الان از من بپرسن که کتاب استاد تهرانی رو چند وقت میتونه نوازنده بزنه، من میگم به عرض 6 ماه میتونه تموم بکنه. ولی اینقدر علاقه داشتم که من 6 ساعت این کارو کردم. مرسی استاد، مرسی. بسیار بسیار صحبت‌های شما قشنگ و شیوا و شیرینه.
من در اینجا اجازه میخوام که باز هم ما اصلا انقدر این بحث موسیقی وسیعه ما نتونستیم وارد بحث ساز ذهی نشدیم. اینو به برنامه بعدی موکول میکنیم و همه شنوندگان عزیزمون رو به خدای بزرگ میسپاریم. امیدواریم که این برنامه باعث برکت شما شده باشد. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید می توانید با شماره واتساپ 2031 638 98 98 98 با ما در ارتباط باشید.